سکوت همیشه در انوک حکم فرما بود، نه بادی که بوزد، نه صدای قدمی بر سنگ فرش‌هایش که هرگز فرسوده نمی شدند. مردم در خیابان‌های پرنور و بی پایان با چهره‌های آرام و بی احساس حرکت می کردند. نورها از دیوارهای شفاف و آسمانی که خورشید و ستاره‌ای نداشت میتابیدند. کاوان در کارگاه کوچک خود تنها نقطه تاریک شهر مشغول کار بود. رباتی کوچک جلوی او روی میز قرار داشت که به نظر می رسید خاموش شده باشد. کاوان دستهایش را روی پیشانی گذاشت و نفس عمیقی کشید. این نمیتونه درست باشه، زمزمه کرد و به مانیتور روبروی خود خیره شد. خطوطی از داده‌ها با سرعتی سرسام آور روی صفحه ظاهر می‌شدند. او به زحمت می‌توانست معنای آنها را درک کند، اما چیزی که واضح بود روند نزولی انرژی بود. شهر نمیتونه بدون انرژی زنده بمونه. باید یه راهی باشه. با انگشتانی لرزان به دکمه‌ای روی صفحه ضربه زد. نمودارها تغییر کردند و یک تصویر سه‌بعدی از شهر نمایان شد. نقطه‌ای در مرکز آن قرمز شده بود. منبع اصلی انرژی، هسته نورانی انوک. اما چرا در حال خاموش شدن بود؟ کاوان به آرامی از جایش بلند شد. حس می کرد که چیزی درون این شهر جاودانه اشتباه است. چیزی که هیچ کس جز او نمی دید. کاوان به سوی مرکز شهر حرکت کرد. خیابان‌های درخشان و بی صدای اطرافش همچون یک خواب بی پایان بودند. مردم به نظر می رسیدند که متوجه حضور او نیستند. حتی زمانی که از میان آنها عبور می کرد به نظر نمی رسید کسی نگاهش کند. در راه با خودش فکر کرد. چرا هیچ کس سوال نمی پرسه؟ چرا هیچ کس این مشکل را نمی بینه؟ ساختمان مرکزی انوک، جایی که هسته نورانی قرار داشت، در انتهای یک گذرگاه طولانی و خالی قرار داشت. وقتی به در بزرگ فلزی آن رسید، حس عجیبی به او دست داد. یک حس غریزی که به او گفت وارد شدن به اینجا ممکن است چیزی را تغییر دهد که هرگز قابل بازگشت نباشد. او دستش را روی اسکنر گذاشت. نوری سبز از آن ساطع شد و در بزرگ با صدای نرم باز شد. اتاق درون آن تاریکتر از هر چیزی بود که تا به حال دیده بود. تنها یک نقطه در مرکز می درخشید. هسته نورانی. کاوان به سمت آن قدم برداشت. درخشش ضعیفتر از آن چیزی بود که انتظار داشت. وقتی به نزدیکی آن رسید، صفحه‌ای روی کنسول کنار هسته فعال شد و صدایی مصنوعی از آن بلند شد. دسترسی شناسایی شد. لطفاً تایید هویت کنید. کاوان کمی تردید کرد، اما در نهایت گفت کاوان، مهندس سطح 3، شماره شناسه Z749. چند لحظه سکوت برقرار شد. سپس صدا دوباره آمد. دسترسی تایید شد. هشدار: انرژی هسته در سطح بحرانی قرار دارد. اقدام فوری لازم است.
لب گفت میدونم، ولی چرا؟ چی باعث این شده؟ ناگهان صفحه دیگر روی کنسول ظاهر شد. اطلاعاتی که نشان میداد هسته انرژی در حال انتقال به فضای دیگر است. اما این فضا کجا بود؟ کاوان عمیق‌تر به بررسی داده ها پرداخت. او متوجه شد که چیزی یا کسی در حال هدایت انرژی به دنیایی دیگر است. اما این دنیا کجا بود؟ و چرا هیچ کس دیگر متوجه این موضوع نشده بود؟ او گزینه‌ای روی صفحه دید که روی آن نوشته شده بود اتصال به دنیای اصلی. دستش روی دکمه مکس کرد. اگر این شبیه سازی بود، دنیای واقعی چه شکلی میتوانست باشد؟ آیا دیگران حتی قادر به پذیرش حقیقت بودند؟ او تصمیمش را گرفت. دکمه را فشار داد. نور شدید همه جا را فرا گرفت و سپس تاریکی. وقتی دوباره چشمانش را باز کرد، خود را در یک اتاق فلزی سرد و تاریک یافت. چیزی شبیه به کپسول‌های بزرگ دور او چیده شده بودند. در هر کدام یک انسان بی حرکت دراز کشیده بود، متصل به سیم‌ها و دستگاه‌هایی که به نظر می‌رسید مغزشان را تغذیه می‌کردند. کاوان وحشت زده از جایش برخاست. متوجه شد که بدن خودش نیز به دستگاهی متصل است، اما این اتصال اکنون قطع شده. او به آرامی دستگاه‌ها را از بدنش جدا کرد و اطراف را بررسی کرد. او با مکس زیر لب گفت این یعنی همه اینها یه دروغ بوده؟ انوک، جاودانگی، نور، همش فقط یه شبیه سازی بود؟ کاوان تصمیم گرفت حقیقت را به دیگران بگوید، اما وقتی به کپسول‌های دیگر نزدیک شد، متوجه شد که دستگاه‌ها برنامه‌ای برای قطع ارتباط ندارند. هر کس درون کپسول ها بود عمیقاً در دنیای شبیه سازی شده غرق شده بود. او باید راهی پیدا می کرد تا همه را بیدار کند. به سمت کنسول اصلی رفت و مشغول بررسی شد. اطلاعات به او نشان داد که اگر سیستم انوک خاموش شود همه بیدار خواهند شد، اما با یک خطر بزرگ. بدنهای ضعیف آنها ممکن است این انتقال را تاب نیاورند. او زیر لب گفت اگه این کارو نکنم همه توی یه دروغ برای همیشه زندانی میمونن، ولی اگه انجامش بدم ممکنه همه بمیرن. کاوان لحظه‌ای طولانی به صفحه نمایش خیره شده بود. دستی لرزان روی دکمه خاموش قرار داشت. چشمانش را بست و نفسی عمیق کشید و زیر لب گفت حقیقت ارزش هر خطری رو داره. دکمه را فشار داد. نورهای انوک برای همیشه خاموش شدند. کپسول‌ها یکی یکی باز شدند و مردم بیدار شدند. ضعیف اما زنده. دنیای بیرون گرچه ویران اما واقعی بود. کاوان در میان خرابه‌های دنیا با گروهی از نجات یافتگان قدم می‌زد. او می‌دانست که زندگی در این دنیا آسان نخواهد بود، اما حداقل این بار واقعی بود.